عکسی از بنده با متن بسیار غیراخلاقی و اسمی مستعار که نام مصطفی ایجادی است در فضای مجازی منتشر شد که اساساً روی متن بعد خانم مثلا مهناز افشار به این استناد میکنه. میخوام یه ذره زوم کنم رو آسفالت رو خط خون بده صدای بوم گلوله قلمم تو فکرمون بشکافیم درون مشتی جرم مشکوک و چند تا قطرشون بگم من برهای فاصله و سیاهشون رو میذاریشون که اولوی یه خود نگاهشون بکن ببین وطن پرستن با تن از ایراب میدن و ظاهره رو آبن تو بنیز بچه کنون یاد مطلب نیازشم و شب چله ولی خب میشکافیم یه نم قضیه رو پله پله و کلی گله مله از اون کسایی که خوردن قشنگ پری به نخبه های شبهه کل پروژه‌شون اینه به اعتقاد من به سفتیه اعتماد مایه انعطاف بدن تا کوش ذهنمون و این وسط یه زدگین تو هر ارادهشون به راحتی به ذهنمون جهت بدن از امروزون در رو بسته مطلب بریم جواب تعدیق تو درونتون حتما بدین که یه جایی هم قفل ذهنتون رسید خیلی منطقی تو پلیلتون یه تغییر بدین حالا دقت کن به چند منتقب یه مش روشم فکر وصل به خط فرق و من کوبیدن و خوندار رو منو دادن و بعد جلو هستی چون و بعد داشت شعار کلی ارزه این چه اول شد حجاب و اجبار تو مغزم افتاده شنیدش صدای انفجار و سیاستی زدن چهارشنبه ها جمع شدن هرزا تو خیابون انقلاب زدن گفت مدافع حقوق زنن من از مسیح همه زورشون رو زدن رگ پاک کرده های بد شده به قرب رگ وا شد دیگه پنجره حرفی نزدن حالا جالبه گفتم و قصد مقتول شهردار مظلومه و قضیه مفهومه در شهر تا به خودش رو برو گلوله زن یعنی خوب کشی بگو پرونده مختومه وای میگه جلسی های اصلاحی رو قبل اینکه بره مسابقه کنه با نوبدش جورا با این نجفی بو میگه میره تو همون ندامت بهش دست میده و نجفی ناراحت از اینکه چرا زنش تو همون با ندامت دست دسته این صرفا وارسی بوسو کنده رو در میاره و برای لرزاندن هر شیلا حتی تیروایی میزنه بزنش به قصد خودکشی پرواز میکنه و همشون رو نوش میکنه و الان نجفی قربانی تا مثلا یه عکاس واسه تاجیل در امر زور و شادی غروب مومنی امام جبر رو میکشه اون یکی سر یه مطلب نادرستی که معناز بود درستی یا آخوند رو بسر خیلی چیزی میکشه که کوروش پرست خوشحال میشن واسه لب چیزی شده این کلا چیز تو چیز شد اصلا این اصلاح افکارشون رو ماشون میده تو هم به چیز نشی با من یه اهدافو بهت بگم هدف تخریب رژیم آخوندی بود با پیج فیک و اکشنای هندی بود به امثال معناز قشنگ پختن یه چند تا مغز واسه آخون کشتن حالا اینا رو فردن و یه سری پشتن که کل گنده تر و سوار پستن و تصویح به دست غیرت میگن که طولاشون همونم تو پارتی کشتن غیرتی میشه واسه هر شده شبی ولی دو خیال تهران و میره یه شبی به دیپلوماتای غرب تو پارتی بلنج یک ناموس فروشی اگه منتقد نشه یعنی سال از سهل همون سر نخه تو دستم هر مخم زنده است و عمقشو میفهمم کلی سال سخت و سرم به هنوز ولی سر نخود آدمم نقایی که اشتا بهم پوش بده بازم من هستم تو خط و قلمم مدافع چشمای تر منم اسلامیک رولوشن رپه